به نظرتون چه اتفاقی میفته وقتی یه فضانورد که کل سیارمون رو از اون بالا دیده با یه عارف که به عمیق‌ترین لایه‌های وجود سفر میکنه روبروی هم میشینن و حرف میزنن؟ امروز میخوایم تحلیل گفتگوی فوق‌العاده این دو نوع کاوشگر رو با هم ببینیم. یکی که به بیرون نگاه میکنه و اون یکی که به درون. خب بیایید با این سوال اساسی شروع کنیم. اصلا چرا ما کاوش میکنیم؟ چه چیزی یه فضانورد رو به سمت ستاره ها میکشونه و یه عارف رو به سمت سکوت درون؟ جالبه بدونید که این دقیقاً همون نیروییه که کنجکاوی همه ما رو قلقلک میده. سادگورو جواب این سوال رو خیلی ساده و عمیق میده. اون میگه که تمام تلاش‌ها و دوندگی‌های ما از یه میل خیلی بنیادی سرچشمه میگیره. میل به بیشتر شدن، میل به گسترش پیدا کردن. این اشتیاق برای بیشتر خواستن مثل یه موتور قدرتمند تمام بلند پروازی‌های ما رو به حرکت در میاره، چه کوچیک و چه بزرگ. حالا بیایید ببینیم این ایده چطور همه چیز رو به هم ربط میده. پس اصل ماجرا همینه. یه قانون خیلی ساده که تو تمام جنبه‌های زندگی ما جریان داره. این میل به این که از مرزهای فعلیمون فراتر بریم یه چیزی نیست که بشه سرکوبش کرد. انگار توی ذات ما برنامه‌ریزی شده. ما برای گسترش پیدا کردن ساخته شدیم. حالا به این مقایسه نگاه کنید، چقدر جالبه. چه وقتی یه ماشین جدید می‌خرید، چه وقتی رویای رفتن به مریخ رو دارید، ریشه این دوتا خواسته یکیه. فقط مقیاس‌هاشون فرق می‌کنه. در هر دو حالت شما دارید سعی می‌کنید تجربه خودتون رو از زندگی گسترش بدید. خیلی خب، پس فهمیدیم که همه دنبال گسترش هستیم، اما چطوری؟ اینجا داستان به دو تا مسیر اصلی تقسیم میشه. یکی سفر فیزیکی به بیرون و اون یکی سفر آگاهانه به درون. اینجا تفاوت‌ها خیلی خوب مشخص شده. کاوش بیرونی که سونیتا ویلیامز به عنوان یه فضانم نمادشه، دنبال استفاده و کاربرده. ما میریم فضا تا از منابعش استفاده کنیم. اما کاوش درونی، چیزی که سادگورو ازش حرف میزنه، فقط و فقط برای شناختنه، برای اینکه بفهمیم اون کسی که داره نگاه میکنه واقعا کیه. حالا میخوایم بریم سراغ یکی از هیجان انگیزترین بخشا، تجربه‌ای که زندگی فضانوردا رو زیر و رو میکنه و بهش میگن اثر دید کلی یا overview effect. این جمله از سانیتا ویلیامز رو ببینید. چقدر قدرتمنده. فقط یه لحظه تصور کنید که دارید از فضا به زمین نگاه میکنید. تمام تاریخ بشر، تمام جنگ‌ها، تمام عشق‌ها، همه روی همین توپ گلی کوچک اتفاق افتاده. این تجربه اونا رو از بیخ و بون تغییر میده. فضانوردها از اون بالا میبینن که این مرزهایی که ما روی زمین برای همدیگه میکشیم و سرش میجنگیم اصلا وجود خارجی ندارن. همین باعث میشه یه حس عمیق مسئولیت و یکی بودن با کل جهان در اونها به وجود بیاد. خب سوال